خب ما یه لحظه انتظار میشیم که یگان نفر پیوست شد. بعد ما گزارش مستقیممون از نزد بینای مرکزی تیسیل دوام تیم و ببینیم که ما با چی خلاصه هستیم از اون بخوری که امروز ما با نماینده‌های شرکت تیسیل در نزد بینای مرکزیشون داشتیم. ولی امیدوارم که چند نفر با ما پیوست میشوند و بعدا من خلاصه امروز من میگم. اینجا ما بسیار خرسندم که علاقه سورا آمده است اینجا. خب بچه‌ها چگونه که ما مسئولیت کرده بودیم دوام یک ساعتی که من در داخل بینای تیسیل بودم با من سورا خوبی؟ سلام. سورا همیشه از این کارهای مستقیم ما خواطر است و خلاصا من بسیار می‌ندارم از مسرور گفتنی برادر که به واسطه با مشتریان مستقیما صحبت می‌کند، در ارتباط میشد و سلامت باشین. خیلی برای من فهمانده دهی گذراند و من چند دلیل برای شما میگم. همین حالا که میلیون ها مشتری دارد تیسیل و طرفش علیش هم کرده ایستاده است، طرفای مردم 20 نفر اپراتور مرکز تماس در دوشنبه با شما خدمت رسانده ایستادن. 20 نفر که من دیدم. شما تصور میکنید که میلیون ها مشتری و 20 نفر فقط در دوشنبه در همون بینایی که اپراتور مرکز تماس هستند. گفتن ثبت ویدیویی نکن و بعدا میتونید نظرات بگوی. خب حدود 10 نفر بچهای تکنیکی که با سوالهای تکنیکی مشتری مراجعه میکنند. تصور میکنید که در روز صدها نفر شاید هزارها نفر برای پرابلم‌های تکنیکی این شب روز مراجعه میکنند با شرکت تیسیل، ولی همگی حدود 10 نفر بچهای تکنیکی هستند، جمع و طرح با بچه‌ای که در سوخت میایستند. و بازم خب بعد این همه فهماندگی ها و نظر و اندیشه و بحث و تلاش ها من واقعا بار دیگر میگم که از مسرور نام برادر که با مشتری ها مستقیما کار میکرد بسیارم راضی ام و من به خلاصه اومدم که این عریضه هست از طرف شرکت تیسیل که همچون مشتری من فعالیتم ختم میکنم با شرکت تیسیل. دیگر نمیخوام از تیسیل استفاده برم، هرچند برادر خیلی تلاش کرد که ما از تیسیل استفاده بریم و اینم اون سیم کارتی که از تیسیل است و اینم تگ پای ما. بازم انتخاب شما که شما من بعد اینم تگ پای ما. بازم انتخاب شما که شما من بعد از شرکت تیسیل از خدمت رسانی شرکت تیسیل استفاده میبرید یا نبرید. این هم نااحترامی نامهربانی هایی که نسبت مشتریاشون میکنند و تقریبا نمیگویند که با چی سبب طرفه های مشتریاشون عوض میکنند. از کجای میانی خدمات ضد انحصاری، خدمات علاقه و شرکت‌های مبلی کدام یک قانون در یک جایی به امضا رسیده است، سری مخفی شرکت، هیچ کس حاضر نیست به مشتری به روزنامه‌نگار بگوید که این قانون از طرف کی پیشنهاد شده است و با چه دلیل سبب. و بحث‌های دیگر که در مسئله اپراتور مرکز تماس ما گفتم به میلیون‌ها مشتری همین حاضر 20 نفر خدمت می‌رساند که این شرم است برای تیسیل. پادروس کتون احتیاط کنید. نیست بود کرونا، زنده بود صلح، ثبات، آرامش. خیر.